آزمون نوبت دوم درس ریاضی پایه نهم که در سال 1404 برگزار شد. اولین جمله الف، مجموعه اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا است. خب عددهای صحیح شامل چی میشه؟ 0 مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 و غیره. از اون ور منفی 1 منفی 2 و غیره. خب همه اون عددها رو اگه ما مخرج 1 بدیم به کسر تبدیل میشه. پس بنابراین اونا عدد گویا محسوب میشن. یعنی هر عدد صحیح یک عدد گویا است. مثلا عدد صحیح منفی 5 با مخرج 1 کسری میشه. 0 با مخرج 1 کسری میشه. خب عدد گویا هم منظور همون عدد کسری هست. عددهایی که کسری هستند یا به کسر تبدیل میشن. بنابراین این جمله درسته. یعنی مجموعه اعداد صحیح زیر مجموعه گویا هستند. تو این نمودار ون هم میبینین که عددهای صحیح زیر مجموعه گویا هستند. خب جمله ب میگه عدد 3 و 14 صدم عددی گنگ است. منظور چیه عددهای گنگ؟ میدونین که عددهای گنگ به عددهایی میگن که تعداد رقمهای اعشاریشون نامحدود، پایانی نداره، اما هیچ گونه تکرار و گردشی هم دوره گردش نداره. اما این عدد نه، این عدد فقط 2 رقم اعشاری داره، اصطلاحاً مختوم شده، یک عدد گویاست، به کسر هم تبدیل میشه. چجوری؟ همونطوری که میخونیم، میگیم 3 و 14 صدم، پس مخرج ما میشه 100. خب به کسر تبدیل شد، پس یک عدد گویاست. عددی که هم که گویا باشه گنگ نیست. پس این جمله هم باز میشه نادرست. خب جمله بعدی، 3 برابر عدد 3 به توان منفی 2 برابر است با 3 به توان منفی 3. 3 برابر یعنی ضرب در 3. پس این عدد 3 به توان منفی 2 رو ضرب در 3 میکنیم. اگه به 3 توان 1 بدیم چون توان نداره، یکی از پایه ها در ضرب نوشته میشه و توان ها جمع میشه. خب 1 به اضافه منفی 2 میشه منفی 1. حاصل میشه 3 به توان منفی 1 نه 3 به توان منفی 3. پس دوباره این هم اشتباه. جمله آخر، جمله د یا عبارت د، اگر a به علاوه b بزرگتر از 0 باشه، آنگاه هر دوی a و b مثبتن، دو تا عدد مثبتن. خب ما اینجا الان دو تا عدد مثال میزنیم که جمعشون بزرگتر از 0 بشه اما هر دوشون مثبت نباشه. چجوری؟ مثلا a رو منفی 3 در نظر بگیرین و b رو 7. حالا خودتون جواب بگین. منفی 3 رو به اضافه 7 کنین. درسته، یعنی چون علامت اینا فرق داره، منفی و مثبته، باید کمشون کنی. 7 منهای 3 میشه مثبت 4. اینجا نوشتم مثبت 4. خب مثبت 4 بزرگتر از 0 شد اما هر دوی اونا مثبت نبودن، یکیش منفی بود. پس جمله آخر هم باز نادرسته. خب بریم برای سوال 2. میگه جاهای خالی رو با عبارت پر کنین. خب این سوالا که آشنا هستین، هر سال از این سوالای نقطه چینی داریم.
الف به استدلالی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه دهد چی میگن؟ خب اگه یه استدلال یا دلیل آوردنت به ثمر برسه، نتیجه بده، میگن اثبات شده. که نوشتم ب. خب جمله ب، خط x مساوی با 2 موازی چه محوریه؟ خب شکلش اینجا کشیدم، نگاه کنین. این x مساوی با 1 اینجاست. x یعنی چی؟ x یعنی محور طول ها، محور x ها. به این محور میگن محور x. اینجا این محور x یا محور طول هست. خب این عدد x1 هست، اینم x2 هست. خب خط x مساوی با 2 به این خط صورتی میگن. تمام نقطه هایی که روی این خط قرار گرفته طولشون یا xشون 2 هست. اینجا 2. حالا این خط با چه محوری موازیه؟ معلومه دیگه، با این محوری که از بالا اومده پایین، محور عرض. خب نوشتم محور عرض. البته محور عرض اسم دیگهش محور وای هست. اگه کسی هم بنویسه محور وای اونم درسته و نمره رو میگیره. ج. مساحت رویه یک کره به شعاع آر از دستور نقطه چین به دست می آید. خب مساحت رویه یک کره مثل رویه یک توپ که شعاع اون کره آر باشه چجوری به دست میاد؟ فرمولش این است: 4 p آر به توان 2 تو فصل آخر. جمله د. با دوران دادن یک مستطیل حول ظل آن نقطه چین پدید می آید. خب اگه یک مستطیل رو به دور طول یا به دور عرضش با سرعت دوران بدیم یک حجم ایجاد میشه که بهش میگن استوانه. خب بریم برای سوال 3 که 4 گزینه‌ای هست. یکی از گزینه‌ها رو باید انتخاب کنیم. میگه درجه این عبارت نسبت به متغیر A چنده؟ خب متغیر A اینجا توانش 3 هست، توان A اینجا 3 هست و توان A در این جمله 7 است. خب کدوم بزرگتره؟ 7. پس درجه نسبت به متغیر A برابر 7، یعنی گزینه سوم هست. ب. کدام یک از شکل‌های زیر میتواند گسترده کلاه تولد مخروطی شکل روبرو باشد؟ این کلاه. خب گسترده منظور چیه؟ یه صفحه هست که اگر اونو مثلا تا بکنی میتونی باهاش یه حجم بسازی. خب به نظر شما کدوم یکی از اینا رو اگه ما به چرخونیم و تا بزنیم تبدیل میشه به کلاه؟ بخشی از یه دایره است، این قسمت بریده شده، اگه این قسمت رو به سمت بالا بکشیم همزمان این دوتا رو از این پایین به هم بچسبونیم، این قسمت که میبینین میاد این بالا قرار میگیره و این دایره هم میشه اون قاعده‌ای که اون کف هست. پس گزینه 2 درسته. ج. کدام یک از عبارت‌های گویای زیر را میتوان ساده کرد؟ ساده. یه نگاه که بندازیم به 4 تا گزینه، این گزینه عدد 2 در صورت توی هر دوتا جمله وجود داره. میتونیم عدد 2 رو جدا کنیم، یعنی همون به صورت ضرب 2 عبارت درش بیاریم، یا تجزیه که در کتاب 8 هم باهاش آشنا شدیم و از قبل اینو میدونین.
خب پس ما شروع میکنیم. عدد 2 رو اینجا می نویسیم در پرانتز. اینجا یه ضرب وجود داره. خب 2 اگر خط بزنیم از اینجا A میمونه و A رو می نویسیم. از این هم خط بزنیم چی میمونه؟ B رو هم می نویسیم. بنشونم که منهاست. عبارت مخرج هم خودش نوشته میشه. خب A منهای B و A منهای B خط میخوره و عدد 2 میمونه. یعنی ساده شد. پس گزینه 4. D. کدام یک از نمودارهای زیر رابطه تلاش و موفقیت یک دانش آموز را برای پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد؟ خب اگه به 4 تا نمودار خوب توجه کنید، نمودار شماره 2 منطقی هست. یعنی دانش آموز وقتی که تلاش اون اینجا در مبدأ 0 باشه، موفقیتش هم 0. هر چقدر تلاش اون بیشتر بشه، موفقیت اونم بالا میره. پس گزینه 2 درسته. سوال 4. در این نمودار ون الف میگه مجموعه B منهای A را حاشور بزنید. خب B این بزرگ است و A دایره کوچیک است. مجموع بزرگ B منهای A. اگه دستتون انگشتتون روی A بذارین، روی دایره A که کامل مخفی بشه، پوشیده بشه، چی میمونه؟ این قسمتی که دورش هست میمونه که با خط بنفش اونو هاشور زدم. گفته اینو هاشور بزنین، این میمونه B منهای A و هاشور خورده. کل A رو باید پاک کنیم. یعنی 3 و 5 جزء مجموعه نیست، حذف میشه. قسمت ب میگه که اشتراک مجموعه های A و B چی هست؟ خب A و B چه چیزی مشترک دارن؟ خود مجموعه A. این عددهای 3 و 5 که در A عضوه، در B هم عضو هستن. بنابراین 3 و 5 میشه اشتراک. این نمادی که رو به پایینه یعنی اشتراک، اما رو به بالا یعنی اجتماع. در J اینی که این اول اومده به چه معنیه؟ کی میدونه؟ آفرین. N یعنی تعداد. N یعنی تعداد اعضای مجموعه A اجتماع B چند تا هست؟ خب اجتماع A و B یعنی همه این عددها چند تا هستن؟ 1 2 3 4 5. جواب میشه 5. و بریم سراغ سوال 5. میگه که 5 کلاس پایه هفتم، 4 کلاس پایه هشتم و 3 کلاس پایه نهم از دبیرستان خلیج فارس در یک اردوی تفریحی شرکت کرده اند. قرار است تمامی کارهای اردو با مشارکت دانش آموزان به صورت قرعه کشی انجام شود. برای تعیین تیم برپا کننده چادرها چقدر احتمال دارد یک کلاس پایه نهم انتخاب شود؟ خب این سوال راجب احتمال هست. کلاس های ما 5 تا کلاس هفتم، 4 تا هشتم و 3 تا نهم. خب همه اینا رو که جمع بزنیم میشه کل کلاس های ما که میشه 12 کلاس. S یعنی کل، همه حالت های ممکن، کل حالت ها. NS یعنی تعداد کل حالت هامون میشه 12 تا. خب میگه
چقدر احتمال داره که کلاس پایه نهم انتخاب بشه؟ نهمیا حالتهای مطلوب ما هستن، میشه 3 کلاس. NA هم میشه 3. خب احتمال با PA نشون داده میشه. PA میشه کسر NA تقسیم بر NS، یعنی تعداد حالتهای مطلوب تقسیم بر کل حالتهای ممکن. خب 3 تا بودن نهمیا، کلشون هم 12 تا بود، میشه 3/12 که اگر به 3 سادهش کنیم 3 به 3 1 مرتبه و 12 به 3 4 مرتبه. سوال 6. حاصل عبارت زیر را به ساده ترین شکل بنویسید. قدر مطلق 2 منهای رادیکال 5 به علاوه قدر مطلق 4. خب قدر مطلق حاصلش همیشه مثبته، یعنی باید به صورت مثبت بیاد بیرون. عبارتی که توی قدر مطلق اینجا وجود داره، 2 رو خط میزنیم، 2 همون رادیکال 4 یعنی جذر 4 میشه 2 منهای رادیکال 5. خب 2 منهای رادیکال 5 یک عدد منفیه. چرا منفیه؟ چون رادیکال 4 که مثبته از رادیکال 5 کوچیک‌تره. رادیکال 5 منفیه، بنابراین کلش منفی میشه. خب زمانی که یه عدد توی قدر مطلق منفی باشه باید قرینش کنیم که بیاد بیرون که مثبت باشه. قرینه 2 میشه منفی 2، قرینه منفی رادیکال 5 میشه مثبت رادیکال 5. حالا دیگه خیالمون راحت مثبت شد. بریم سراغ ادامه سوال. به اضافه قدر مطلق 4 هم که مثبت خود 4. حالا منفی 2 به اضافه 4 میشه مثبت 2، به اضافه رادیکال 5 هم خودش نوشته میشه. قسمت ب میگه کدام یک از مجموعه های زیر با مجموعه نقاط روی شکل زیر برابر است؟ خب این شکل، این نمودار عددهایی رو که از 0 تا 4 هستن کامل رنگ کرده. تو این فاصله میدونین که عددهای گنگی هم وجود داره، مثل رادیکال 3 مثلا. بنابراین ما با کل عددها طرفیم، هم عددهای گویا هم عددهای گنگ. بنابراین باید با R نشون داده بشه، ولی این با Q یعنی گفته گویا هستن همه اینا که این اشتباهه. بنابراین مجموعه B درست اینجا نوشته میشه. چراش هم اینجا گفتم، چون تمام فاصله 0 تا 4 رنگ شده، پس منظور عددهای حقیقی هستند یا R. سوال 7. الف. در شکل زیر O مرکز دایره است. منظور این نقطه است اینجا O. نشان دهید دو مثلث AOC و BOC هم نوشتن. ببین AOC این مثلث، BOC این مثلث. میگه نشون بدین که این دوتا مثلث هم نهشتن. خب برای هم نهشتی باید بگردین و قسمت‌های مساویشون، ضلع‌ها و زاویه‌های مساویشون رو پیدا کنین و با ذکر دلیل. اول میگیم که زاویه O1 این زاویه با زاویه O2 مساویه، چون هر دوتاش 90 درجه هستن. علامت مربع که زده یعنی 90 درجه هستن. خب چون این دو مثلث در دایره قرار گرفتن، این خطوط OA یا پاره خطهای OA، OC و OB شعاع دایره هستند. بنابراین OA با OB مساویه، چون شعاع دایره هستند. از طرفی OC هم
عین یه دیوار مشترکه، هم جزء این مثلثه هم جزء این مثلثه. پس OC مساوی با OC ضلع مشترک. دیگه کامل شد، دو مثلث هم نهشتن بنا به چه حالتی؟ حالت این یک ضلع، اینم یک ضلع، اینم زاویه بین. این یک ضلع، اینم یک ضلع، زاویه بین میشه دو ضلع و زاویه بین. این ضلع با این ضلع مساوی بود، اینم که مشترک بود، اینم زاویه بین. ادامه سوالات. سوال 7 قسمت ب. دو مثلث OAB و ODC متشابهند. خب درس تشابه اینجا. متشابهند. ببین هشت نیستن ها، متشابهند یعنی دوتا مثلث هم نگاه کنین هم نهشت نیستن، برابر نیستن، ولی شبیه به هم هستن. خب وقتی متشابهند اون نسبت تشابه باید برای هر سه تا ضلع درست در بیاد. یعنی اگر این ضلع از 6 که با این متناظره رسیده به 8، به همون نسبت 3 هم باید بشه اینجا عددی که معلوم نیست. خب پس ما یک تناسب درست میکنیم مثل جدول تناسب. 6 هشتم مساویه با نسبت 3x. حالا کافیه x رو حساب کنیم. چجوری؟ بگیم 3 ضرب در 8 تقسیم بر 6. چون وقتی اینا مساویان باید این 3 ضرب در 8 با 6 ضرب در x یک عدد در بیاد. خب اگه ساده کنیم 3 به 3 یه مرتبه، 6 به 3 دو مرتبه، 8 تقسیم بر 2 میشه 4. سوال 8 الف. مدیر یک مجتمع مسکونی تصمیم گرفت برای ذخیره آب مورد نیاز ساکنین در مواقع ضروری مخزنی به شکل مکعب با حجم 8 متر مکعب بسازد. حساب کنید طول ضلع این مخزن چقدر باید باشد. خب یک مخزنی ما اینجا داریم مکعبی شکله که حجم اون 8 متر مکعبه. دیگه طول ضلعش چقدر باید باشه که 8 متر بشه حجمش؟ 8 متر مکعب. خب اگه ضلع اینو با x نشون بدیم، ضلع مکعب، همه ضلعاش x محسوب میشه، همه با هم مساویه. خب حجمش میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. خب این طول عرضش خب مساوی x چون مربعی شکله، میشه x ضرب در x ضرب در x میشه x به توان 3 مساویه با 8. x به توان 3 همون حجم این مکعب هست که 8 متر مکعبه. خب چه عددی به توان 3 میشه 8؟ کافیه که ریشه سوم 8 رو بگیریم که میشه 2. 2 میشه طول ضلع همون مخزن مورد نظر. سوال ب. مخرج کسر زی را گویا کنید. خب این کسر مخرجش رادیکال 6 هست و یک عدد گنگه. برای اینکه گویا بشه یاد گرفتین که باید صورت و مخرجش رو در همون رادیکال 6 ضرب کنین که نوشتم. صورت 3 ضرب در رادیکال 6 میشه 3 رادیکال 6. رادیکال 6 ضرب در رادیکال 6 میشه خود 6. چرا؟ چون 6 تا 36 تا جذر 36 هم میشه 6. رادیکال 6 رو نوشتیم اما 3 با 6 ساده میشه. 3 به 3 یه مرتبه، 6 به 3 دو مرتبه. تمام شد. قسمت ج. حاصل عبارت زی را ساده کنید. خب یه سری توضیحات باید به این اضافه کنم. یه ضرب باید پیدا کنین. یه ضرب بگین که
دو تا عدد رو ضرب کنیم بشه 54. مثلا شاید بگه 6 9 54 تا. اینجا می نویسم 6 9 54. اما این به درد ما نمیخوره، چون ریشه سوم 6 و ریشه سوم 9 یک عددهای اعشاری در میاد و خیلی نیاز به ماشین حساب به درد ما نمیخوره. باید عددی رو ضربی رو پیدا کنین که یکی از اونا ریشه سوم دقیقی داشته باشه. خب 54 یک عدد زوجه، یعنی بر دو بخش پذیره، چون رقم یکانش 4 زوجه. دو چند تا میشه 54 تا؟ حساب که بکنی میبینید 2 تا 27 تا میشه 54 تا. خب ریشه سوم 27 در فصل توانینا خوندیم. ریشه سوم 27 میشه 3، چون که 27 میشه 3 ضرب در 3 ضرب در 3 3 تا 9 تا 9 3 تا 27 تا، یعنی 3 به توان 3. پس ریشه سوم عدد 27 همین 3 است. خب ریشه سوم 27 میشه 3 بیرون میاد، نوشته میشه بیرون، اما 2 میمونه زیر رادیکال، ریشه سوم 2 نوشته میشه. خب اینم که خودشون نوشته منهای 3 ریشه سوم 2. خب 3 ریشه سوم 2 منهای 3 ریشه سوم 2 معلومه دیگه کامل پاک میشه، میشه 0. بریم سراغ ادامه سوالات در صفحه 3 در کانال زنگ ریاضی. سوال 9 الف میگه مساحت شکل روبرو را به کمک اتحاد بنویسید. خب این یک شکل مربعی هست، چون که طول و عرضش رو میبینه که مساویه x به اضافه 5، این ضلع میشه x به اضافه 5 مساویه، بنابراین x به اضافه 5 ضرب در x به اضافه 5. خب چون مثل همه میشه x به اضافه 5 به توان 2. خب x به اضافه 5 به توان 2 میشه اتحاد مربع، یعنی این توان 2 یعنی مربع دو جمله‌ای. اتحاد مربع دو جمله‌ای، یه جمله x یه جمله 5. خب اتحاد مربع دو جمله‌ای چجوری نوشته میشه؟ اتحاد مربع دو جمله‌ای این بود، رابطش این بود: اول مربع جمله اول یعنی x به توان 2، این آخرش هم مربع جمله دومه یعنی 5 به توان 2 یا 5 5 تا 25 تا. این جمله وسط چی بود؟ 2 برابر حاصل ضرب، 2 برابر x ضرب در 5، 2 5 تا 10 تا 10x. این مربع جمله اوله، این مربع جمله دومه، این هم 2 برابر حاصل ضرب. 2 برابر جمله اول ما x هست، جمله دوم ما هم 5 هست. 2 برابر x ضرب در 5. خب 2 5 تا 10 تا x هم نوشته میشه. خب سوال ب، عبارت جبری زیر را تجزیه کنید. این چه اتحادیه؟ کی میدونه؟ بله اتحاد جمله مشترک. جمله مشترک x هست. باید دو تا عدد پیدا کنین که ضربشون بشه 36 و جمعشون بشه 13. خب ضرب‌های
زیادی میشه 36. مثلا یه 36 تا، 6 تا، 3 12 تا، 4 9 تا. اما کدوم یکی اگه جمع بزنی میشه 13؟ 4 و 9 هستن. چون هر دوتا هم مثبته پس آسون راحت نوشته میشه، یعنی منفی نداره که گیج بشی. یکیش مثبت 9 بود، یکیش مثبت 4، ضربشون میشه 36 و جمع 13. نامعادله زی را حل کنید. 6x به علاوه 5 بیشتر یا مساوی 2x منهای 7 هست. خب 2x باید بیاد این سمت کنار 6x و مثبت 5 هم که یه عدده باید بیاد کنار منفی 7. پس 6x منهای 2x میشه منفی 7 منهای 5. 6x منهای 2x میشه 4x و اینا هم میشن جمعشون میشه منفی 12. خب منفی 12 رو باید برای این ضریب 4 تقسیم کنیم. چرا؟ چون بین 4 و x یه ضربی وجود داره. ما برعکس ضرب تقسیم میکنیم. به صورت کسری اینجا نوشتم تقسیم. x بیشتر یا مساوی منفی 12 تقسیم بر 4 میشه منفی 3 در واقع. خب این میشه منفی 3. پس مجموع جواب ما چی میشه؟ کل عددهای حقیقی که بیشتر یا مساوی منفی 3 باشه جواب ما هستن. سوال 10. با توجه به نمودار داده شده الف عرض از مبدأ خط D2 برابر است با. خب خط D2 این خط هست. خط D2 این خط. خب این خط با محور طول موازیه و معادلش زده y مساوی با 5. خب این وقتی y مساوی با 5 یعنی عرضش 5، یعنی اینجا این عرض چنده؟ 5. اینجا می نویسم 5 که یادتون باشه این عرض 5. خب عرض از مبدأ چنده؟ 5. اینجا نوشت 5. ب شیب خط D1 برابر است با. خب خط D1 هم این خطه. این خط میشه D1. معادلش چه؟ زده y مساوی با 2x منهای 1. خب در معادله هایی که به این صورت هستن یعنی y مساوی با ax به علاوه b، این ضریب x خودش شیب خط هست یعنی 2. قسمت ج مختصات نقطه A را بیابید. نقطه A کجاست؟ اینجا. خب اینجا خب عرضش 5. همینجا می نویسیم 5. عرض پایین نوشته میشه. اینجا عرض پایین چی نوشته میشه؟ عرضش 5. خب اما طول اونو نداریم. چجوری حساب کنیم؟ این نقطه A روی همین خط هم هست. یعنی جزء این خط 2x منهای 1 هم هست. y مساوی با 2x منهای 1. خب از معادله این خط هم پس میتونیم استفاده کنیم. معادلش رو می نویسیم. عرضش هم که 5 یعنی y اون 5. 5 مساوی با 2x منهای 1. اگه این معادله رو حل کنیم یعنی منفی 1 بیاد این ور، 5 و 1 6. 6 تقسیم بر 2 میشه 3. خب بریم برای سوال 11. مختصات محل برخورد خط y مساوی با 5x به علاوه 10 با محور طولها. نقطه هایی که روی محور طول قرار دارن، این محور طول چیه؟ اونا 0. طول که دارن.
بله عرض اونا صفر. ببین از اینجا تا بیای محور عرض اینجا مبدأ، یعنی عرض نداره، این محور عرضه، عرضش صفر. بنابراین عرض صفر، پس وای صفر. وای یعنی عرض. خب صفر مساویه با 5x به علاوه 10. معادله رو که حل کنیم 5x که این ور نوشته بشه منفی 5x، 10 تقسیم بر منفی 5 کنیم میشه منفی 2. بنابراین x میشه منفی 2 بالا نوشته میشه و y هم که همون صفر بود چون روی محور طولها قرار داشت. سوال 12. پل‌ها نقش اساسی در زندگی انسان دارند. انواع مختلفی از پل‌ها وجود دارند و در موارد زیادی نیروهای وارد بر آنها از فرمول‌هایی به دست می‌آید که با یک عبارت گویا بیان می‌شود. عبارتهای گویا یعنی عبارتهای اینجوری کسری. مثلا در مورد پل‌های عابر پیاده بار محاسباتی از دستور 200 به علاوه 1500 تقسیم بر L به علاوه 50 به دست می آید که در آن L طول بارگذاری شده بر حسب متر است. این عبارت گویا به ازای چه مقادیری از L تعریف نشده است. یه راهنمایی هم کرده طول نمیتواند منفی باشد. طول همیشه یه عدد مثبته. مثلا نمیشه بگیم قد یک شخص منفیه مثلا 1.70 متر. قد منفی نیست هیچ وقت، همیشه مثبته. به مخرج نگاه میکنی، مخرج رو مساوی صفر قرار میدی، یعنی L به علاوه 50 مساوی با صفر. خب چه عددی به اضافه 50 میشه صفر؟ منفی 50. پس L میشه منفی 50. خب اینجا گفته بود که L یعنی طول نمیتواند منفی باشد، ولی اینجا منفی در اومده. بنابراین این نادرسته و در واقع هیچ عددی ما نمیتونیم پیدا کنیم که بذاریم به جای L. بنابراین این کسر یا این عبارت همیشه تعریف شده است. جوابش این بوده. سوال 13. دستگاه معادله خطی زی را حل کنید. خب از اونجایی که این منفیه وای منفیه و وای پایینی مثبته خوبه، برای قرینه خوبه، یعنی مثبت 2 وای کافیه بالایی هم بشه منفی 2 وای، اون وقت خط میخوره هر دوتا. خب پس کافیه که عبارت بالا رو در 2 ضرب کنیم که بعد این بشه منفی 2 وای با مثبت 2 وای خط بخوره. اما فقط این ضرب نمیشه، یعنی 2 باید در این 3 ضرب بشه و در این 1 هم ضرب بشه. 2 تا 6x 2 تا منفی وای منفی 2 وای و 2 یکی 2 تا. عبارت پایین رو باید خودش رو بنویسیم. فقط اینجا یادتون باشه که x اینجا قبلش یه 1 وجود داره، 1x. خب یه به اضافه میزنیم، اینا رو جمع میکنیم، دو عبارت رو جمع میکنیم، 6x و 1x میشه 7x. اینا که قرینه هستن خط میخوره، 2 و 5 هم میشه 7. خب x میشه 7 تقسیم بر 7 1. پس طول ما بالا نوشته میشه 1 هست. میریم برای عرض. عرض رو چطور پیدا کنیم؟ یعنی وای رو یکی از این دوتا معادله رو انتخاب میکنیم، اونی که آسون تره و معمولا مثبته این پایینیه بهتره. میاریم این پایین انتقالش میدیم اینجا، فقط به جای xش میتونیم الان دیگه 1 بذاریم. 1 به علاوه 2y مساوی با 5. خب این 1 بیاد این سمت، 5 منهای 1 میشه 4. 4 تقسیم بر 2 میشه 2. پس y هم
میشه 2. جواب ما یعنی محل برخورد دو تا خط میشه نقطه‌ای به طول 1 و عرض 2. خب بریم برای صفحه آخر این امتحان، صفحه 4 در کانال زنگ ریاضی. سوال 14 الف، حاصل عبارتهای زیرا به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. x منهای 3 به روی x به توان 2 منهای 9 ضرب در 6x به علاوه 18 تقسیم بر 3x. خب ما باید در این سوالات بگردیم اتحادا رو پیدا کنیم و اونا رو تجزیه کنیم. خب x به توان 2 منهای 9 همون اتحاد مزدوج بود که مربع به توان 2 منهای مثلث به توان 2. مربع اینجا x و مثلث 3 هست. 3 به توان 2 میشه 9. پس میشه x منهای 3 x به اضافه 3. این تجزیه اینه. 3x که هیچ کارش نداریم و این عبارت هم تجزیه میشه. عدد 6 اینجا هست، اینجا هم 6 ستاشو داره، پس 6 جدا میشه ضرب در پرانتز. خب 6 که جدا بشه x میمونه، این 6 ستا هم 6 رو جدا کنیم 3 میمونه. خب x به اضافه 3 با x به اضافه 3 خط میخوره، x منهای 3 هم با x منهای 3 خط میخوره. چی موند بچه ها؟ یه عدد 6 مونده اینجا و یک 3x مونده. 6 با 3 ساده کنیم یه 2 میمونه. 2 ستا 6 تا 3 با 3 خط میخوره و 2 میمونه. x هم که خودش. خب 1 به روی x منهای 5 منهای x منهای 4 به روی x منهای 5. یعنی مخرج هر دوتا مساوی x منهای 5. یکیشو می نویسیم، صورت ها رو کم میکنیم. این 1 رو می نویسیم، منها رو می نویسیم و این x منهای 4 رو کامل می نویسید تو پرانتز. الان این منفی همون قرینه است برای این پرانتز، یعنی کل پرانتز رو قرینه میکنه. خب دوباره x منهای 5 رو می نویسیم، 1 رو می نویسیم، قرینه x میشه منفی x، قرینه منفی 4 میشه مثبت 4. خب x منهای 5 نوشته شد، دوباره 1 و 4 مثبت هم میشه 5، 1 به اضافه 4 5، منفی x هم خودش نوشته شد. x منهای 5 رو خودش می نویسیم، اینو قرینه اینا رو می نویسیم، یه قرینه علامت قبلش میذاریم، منفی x میشه مثبت x یا همون x، مثبت 5 میشه منفی 5. خب x منهای 5 و x منهای 5 خط میخوره و x منهای 5 یه مرتبه، x منهای 5 یه مرتبه. خب منفی رو نوشتیم، 1 یکم هم میشه 1. سوال ب، تقسیم زیرو انجام بدین. 2x به توان 2 منهای 7x منهای 20 تقسیم بر x منهای 5. خب اولین مرحله میایم جمله اول رو بر جمله اول تقسیم میکنیم. 2x به توان 2 تقسیم بر x اینجا نوشتم. خب x به توان 2 یعنی چی؟ یعنی x ضرب در x. خب یکی از این x ها که بالا هست با x پایینی خط بخوره 2 میمونه و x میمونه، اینجا نوشتم. خب 2x رو میاریم اینجا منتقل میکنیم، 2x رو در بالایا ضرب میکنیم. خب 2x ضرب در x میشه 2x به توان 2، 2x ضرب در منفی 5 میشه منفی 2 5 تا 10x. خب میدونین اینجا موقع تقسیم منها میکنیم، این منها باعث میشه این عبارت ها قرینه بشه. قرینه مثبت میشه منفی، قرینه منفی میشه مثبت.
دیگه ما با این علامت های قرمز سر و کار داریم، نه اون بالایی های، نه این منفی مثلا. خب 2x به توان 2 با منفی 2x به توان 2 خط میخوره، قرینه هستن. مثبت 10x و منفی 7x میشه مثبت 10 منهای 7 میشه 3x. نرسیم اینجا منفی 20 رو پایین میاریم. هرچی اینجا بود ادامه باید همه رو پایین بیاری. فقط منفی 20 هست، فقط منفی 20 رو پایین آوردیم. خب چون این 3x توان x یکه این هم یکه، یعنی درجهشون مثل همه، این تقسیم تموم نشده، ادامه داره. دوباره جمله اول 3x رو می نویسیم اینجا، تقسیم بر جمله اول این میکنیم، یعنی x و x خط میخوره و 3 میمونه، مثبت 3. خب مثبت 3 ضرب در x میشه مثبت 3x. اینجا می نویسم مثبت 3 ضرب در x میشه مثبت 3x و مثبت 3 ضرب در منفی 5 میشه منفی 15. دوباره به دلیل منفی منها کردن با اینا قرینه بشه. قرینه مثبت میشه منفی، قرینه منفی میشه مثبت. خب 3x و منفی 3x خط میخوره، منفی 20 به اضافه 15 میشه منفی 5. تموم شد. خارج قسمت میشه 2x به علاوه 3، باقی مانده میشه منفی 5. خب بریم برای سوال 15 و 16 که دیگه آخرین سوالات ما هستن. اینجا باید توجه کنید نوشته در سوالات 15 و 16 نوشتن فرمول الزامی است و در محاسبه مربوط به کره یا دایره از پی استفاده شود، یعنی اون 3 و 4% هم تقریبا. خب این کره رو توجه کنید، اینجا میگه برای یکی از مراحل مسابقه مردان آهنین در نظر است وزنهایی از جنس بتون به شکل کره ساخته شود. اگر قطر کره، علامت گذاری کردم اینو آبی کردم که بدونید قطر هست نه شعاع، هر یک از کره های بتونی 60 سانتی متر باشد، حجم آن چقدر خواهد شد؟ خب اول قطر رو تقسیم بر 2 کنیم، یعنی 60 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 30 شعاع کره. خب حجم این کره چجوری به دست میاد؟ فرمولش باید بنویسی، میشه 4/3 پی آر به توان 3. آر هم که سی به دست اومده، همینو می نویسی 4/3 پی، فقط به جای آر می نویسیم سی به توان 3. خب سی به توان 3 این پایین حسابش کرد، نگاه کنیم. سی به توان 3 یعنی سی ضرب در سی ضرب در سی، 3 تا 9 تا 9 تا 27 تا 3 تا صفر هم ردیف میکنیم جلوش، میشه 27,000. خب سی به توان 3 خطش میزنیم میشه 27,000. حالا این 27,000 با این 3 که تو مخرجه ساده میشه، 3 به 3 یه مرتبه، 27,000 به 3 9,000. خب 4 تا 9,000 میشه 36,000. پی رو هم می نویسیم. جواب آخر. خب سوال آخر، در هرم مقابل که قاعده اون به شکل مستطیل هست، قاعدهش میگه مستطیله، درسته؟ ببین طولش 9 و عرضش 5. تعداد وجه‌های جانبی را بنویسید. وجه‌های جانبی منظورش همون دیواره ها هستن که مثلثی شکلن. خب چند تا دیوار دور تا دور این هست وجود داره؟ خب اگه به همین مستطیل نگاه کنین، مستطیل 4 گوش هست، 4 تا ضلع داره. پس اون مثلث هایی که دور این هرم رو تشکیل دادن هم
4 تا هستن. نوشتم 4. قسمت ب، حجم آن، یعنی حجم همین هرم رو حساب کنید. خب فرمول حجم هرم رو باید بنویسیم. چی بود؟ 1/3 SH. یعنی چی؟ 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. S یعنی مساحت، H یعنی ارتفاع. ارتفاع که همین بلندی از 10 سانتی متره. S هم که یعنی قاعده، مساحت مستطیل از طول ضرب در عرض، یعنی 9 ضرب در 5. پس 1/3 می نویسیم. S میشه 9 ضرب در 5. H هم میشه ارتفاع 10. 9 با 3 مخرج ساده میشه. 3 به 3 1 مرتبه، 9 به 3 3 مرتبه. یا اینجوری بگیم 3 تقسیم بر 3 میشه 1. 9 تقسیم بر 3 3. خب این 1/1 که تأثیری نداره و پاک میشه در واقع. در ضرب تأثیری نداره. مثلا 1/20 میشه خود 20 تا. یا 1/10 خود 10 تا. 1/7 خود 7. از این تأثیری نداره. میگیم 3 5 تا 15 تا، 15 10 تا 150 تا. حجم این هرم میشه 150 سانتی متر مکعب. خدا نگهدارتون باشه.